بیا فرزند تاجیک با تو علم و معرفت باید که از این ره بر رخت آخر در مقصود بگشاید. سلام بینندگان عزیز، برنامه نوبتی سیر در آثارخانه است و ما امروز تصمیم گرفتیم سیر نماییم در آثارخانه ادبی و یادگاری شاعر شیرین کلام استاد محمد جان رحیمی. باوری کامل دارم که این برنامه به شما پسند می آید. ما را پیگیری کنید. خانه‌ای که شاعر محبوب دلها محمد جان رحیمی در شهر دوشنبه داشتند و تا آخر عمر در آن زندگی کردند، آن خانه در خیابان رودکی 56 حجره 8 مرکز شهر دوشنبه واقع گردیده بود. بعد وفات شاعر سال 1970 حکومت جمهوری تاجیکستان قرار قبول نمود که خانه استقامتی او به خانه موزه تبدیل داده شود، زیرا شاعر برای این ملت خدمت ارزنده نموده است و چندین سال پربرکت خود را در این منزل گذرانیده است. سال 2017 با سبب ساختمان شهرسازی با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان خانه موزه شاعر به خیابان رودکی نزد اکادمی ملی علوم‌های تاجیکستان کوچانیده شد و بعداً نام این منزل از خانه موزه محمد جان رحیمی به آثارخانه ادبی و یادگاری محمد جان رحیمی تبدیل داده شد. این آثارخانه از سنه 10 اپریل سال 2018 در خود را برای تماشابینان باز نمود. باز ما در راهرو قرار داریم که در راهرو در طرف راست راهرو صورت زیبای محمد جان رحیمی با پیشگفتاری شاعر قهرمان تاجیکستان میرزا ترسونزاده عکس یافته است و از این طرف باشد در این دو روزنه که میبینیم تمام صحنه‌های حیات و ایجادیات محمد جان رحیمی با دو زبان، با زبان روسی و با زبان تاجیکی عکس یافته و به معرض تماشا گذاشته شده است و در این رسمایی که میبینیم رسم بالا زادگاه محمد جان رحیمی نمود عمومی بخارا است و دوم در گروه اختیارانی که محمد جان رحیمی 1922 دعوت شده بود هست و در این رسم دیگری که ما میبینیم پورتریت محمد جان رحیمی خودشان عکس یافته است و در مراسم جشن 60 سالگی استاد محمد جان رحیمی 1961 که با یکی از نماینده‌های فعال همون دوره نیزارما ظریف هستند و این کسم رسمی که در 1954 بودن همین است. تالار دوم این آثارخانه این تالار میراث ادبی نامگذاری شده است که درباره ایجادیات شاعر به ما معلومات می‌دهد و هر آن چیزی که استاد محمد جان رحیمی ایجاد و تالیف نمودند در این تالار موجود است. هر نفری که به این تالار وارد می شود حتما بهر خود غذای معنوی می‌گیرد. ما در اتاق میراث ادبی شاعر محمد جان رحیمی قرار داریم که ما در اینجا اول رسمایی که شاعر در چورابینی ها و اشتراک کردگان همون را در نظر داریم. من اینجا هستن شاعر واخوری در مملکت های ساحلی بالتیک 1941. من اینجا هستن محمد جان رحیمی در پرزم سویت اتفاق نویسندگان ریس تاجیکستان. در اینجا اشتراک دارند در قطار اشتراکچیان دهه سند و ادبیات تاجیکستان در مسکو 1949 و در اینجا روزهای ادبیات تاجیک در مسکو سال 1958. در اینجا ما شهادتنامه کاری محمد جان رحیمی هستند که از سبب نرسیدن همون سالها کادر محمد جان رحیمی در ساحه‌های گوناگون اشتراک کردگان و از شهادتنامه‌های کاریشون برمی‌آید که در حقیقت در تمام ساحه‌های گوناگون کار و فعالیت کردند. در اینجا مجله‌های هستند و اثرهای محمد جان رحیمی نوشتگی چون هستند. من این از کشور زرین هستند، دل افروز هستند، فیروزی هست، اینا اثرهای به واسطه چون ایجاد کردگی هستند و این دو مجله که هستند در اینا محمد جان رحیمی محرر بودن، با قلم محمد جان رحیمی تعلق دارن اینا و در اینجا ما چوینک پوش محمد جان رحیمی که شخصا اشیاء خودشون بودن هستن و در اینجا دو همیانی محمد جان رحیمی هستن که یکی با تنگه های همون دوره، یکی با پولی
همون دوره هستند و در اینجا هم از این اشیاءی که خورد که به واسطه خودشون در قید حیات بودن استفاده می‌بردن. من این ساعت دستیشون است، من این تلسکوپ و چیزای میده چویده که در همون دور و زمان خودشون از اینها به واسطه استفاده می‌بردن. رسم زیبایی رو می‌بینیم که در اثر صدرالدین عینی، مرگ صدقوری صدرالدین عینی، پدر محمد جان رحیمی هستند که رحیمی قند میگفتن. پدر محمد جان رحیمی تنبور نواز کمبغل بود که در کوچه ها تنبور نواخته یگان تنگه جمع آوری کرده زندگیش رو پیش میبرد و محمد جان رحیمی یکی از محرران لغت تاجیکی روسی بود. متن 254 آهنگ کلاسیکی رو خودش گذرانده است که یکی از شعرهای همون دوره که من اینجا است عاشق دختری محپوره شدم، اندله بیگل و رخساره شدم، که این شعر رو ارتیست خدمت نشان داده تاجیکستان بای محمد نیاز می‌سرایید و محمد جان رحیمی از سال 1939 تا آخر روزهای حیاتش با کینماتوگرافی تاجیک همکاری داشتن که من اینجا یکی از سناریوهای خودش که پسر تاجیکستان در همون دور و زمان نوشته و خود همون سال با نوار گرفته و با کینو نمایش داده شده بود و در اینجا مجله هایی هستند که کارمندان درباره محمد جان رحیمی مقاله های علمی چاپ کردگی هستند. این همون مقاله ها هستند و در این رسم ها که میبینیم محمد جان رحیمی با شاعران بزرگ همون دوره هستند و این مصرع های شعری که نوشته شده است از حساب محمد جان رحیمی درباره میرزا ترسونزاده، ساتیم اولوغزاده، باقی رحیمزاده و امینجان شکوفی گفته شده است و در این روزنه ما میبینیم که اردن و مدال های محمد جان رحیمی که حکومت همون دوره او را قدر کرده به اینها سزاوار دانسته است و در این لوحه باشد محمد جان رحیمی با اولوغزاده، جلال کرامی، رحیمزاده و با شاعران بزرگ همون دوره انعکاس یافته است. تالاری سیوم این کتابخانه شاعر می باشد که به واسطه تمام کتاب‌هایی که تألیف نموده است در این کتابخانه موجودند. اینچنین بهترین کتاب‌های دوست داشته شاعر نیز در این کتابخانه می باشد. باید قید نمود که استاد بیشتری وقت خود را در کتابخانه به مطالعه کتاب سپری می نمود. محمد جان رحیمی بسیار شخصی با ذکاوت و دانشمند بودند که در جمع‌آوری کردن و حذف کردن کتاب‌ها همتا نداشتند که از کتاب‌های جمع‌آوری کردگی شاعر ما خود می‌بینیم. شاعر زیاده از 2000 کتاب جمع‌آوری کردگی هستند که در بین اینها کتاب‌های لغت‌ها هستند، قاموس‌ها هستند، از شاعران ما هستند که با زبان‌های تاجیکی، روسی، لنتیشی، ازبکی هستند و در بین این کتاب‌ها به واسطه کتاب‌های ساحه طب هستند که من اینجا هستن ساحه طب سخن دیابت هستند، من توبرکولوز می هستند و محمد جان رحیمی از همین ها در وقت‌های فراغت استفاده برده خود نیز با طبیبی مشغول بودن و بعضی از داروهایی که محمد جان رحیمی خود در وقت فراغت تیار میکردن من در این محفوظ هستند که تماشاگران از اینا دیدن میکنن. من همین داروهایی که به واسطه خودشون تیار کردگی هستن و با فارسی نوشتگی اینو داروی تیار میکردگی خودشون بودن که از همین حسابی که جمع‌آوری کتاب‌ها و خودش که میخوندن در وقت فراغت از همینو استفاده برده طبابت هم میکردن. من این همون کاتالوگ داروهاشون هستن. من اینجا حاضر کتابی هست که سرودهای خلقی تاجیک که به واسطه با قلم محمد جان رحیمی تعلق دارد و در اینجا 254 در بالا ذکر کردیم که مصرع‌های شعری که محمد جان رحیمی تحلیل کردن من اینجا ده هستن جلد سیومشون که این 3 جلده هسته به واسطه محمد جان رحیمی خودشون اشتراک دارن و من این پولکایی که شما میبینید این اثرهای محمد جان رحیمی اثرهای نوشتگی خودشون هسته. من این پولکایی که شما میبینید کتاب‌هایی هسته که با محمد جان رحیمی از طرف شاگردان
استادان تحفه شدگی هستند این کتاب ها. و اینجا مجله هایی هستند که در همه این مجله و گازیته ها به واسطه شعرهای محمد جان رحیمی هستند. ما برای همون جمع آوری کردگی در معرض تماشا ماندگی. من این کتالگشون هسته که در اینجا برگه های کتاب ها با دستخط خود محمد جان رحیمی هستند که همه اینها دستنویس شده ماندگی هستند. این به واسطه از شاعر خودشون است. و این رادیویی هست که در همون دور و زمان همه خبرها و اطلاعات ها از همین رادیو میگرفتند. تالار چهارم درباره اشیاهای شخصی، اسباب و انجام شاعر و اینچنین لوحه‌های خاطرات شاعر قصه می‌کند. واجر ما در اتاق اشیاهای روزگار قرار داریم که ما در اینجا درباره محمد جان رحیمی گفته گذاشتیم و محمد جان رحیمی در اولین بار ازدواجشون در بخارا بودن که من این رسمی که شما میبینید این دخترشون است محرم و اون کس حیدر غلامعلی جیانشون هست. این بلوگی رسمی خودشون است و اینجا رسمی عمومی اهل عائله دخترشون محرم هستند در ایانی پیریشون. و ازدواج دومشون روس بودن که اناستاسیا بودن. من این پسر رحیمی الکسی، من اینجا از راست به چپ این پسرشون این عائلهشون اناستاسیا الکساندرونا، این الکسی محمد جانویچ، مارگاریتا واسیلیونا کلینشون و این دو نبیرهشون مارینا و الینا نبیرهشون هستند. و محمد جان رحیمی من اینجا لباسایی که به واسطه در وقت کار ببر میکردن، من شیم و کاستوم هایی که همون دوره ببر میکردن این لباس های محمد جان رحیمی هستند. این جوان شخصا از خود محمد جان رحیمی است که در قید حیات بودن از اینا استفاده می بردن. من این رادیو هستن، من این اپاراتور تلفنی که در همون دور و زمان بودن همونا هستن. من اینجا شعر خوبی دارم که بازار صابر در یادبود محمد جان رحیمی نوشته است که بخشیده به 90 سالگی محمد جان رحیمی گذاشته شده بودند. و اینجا اومده من ساعت دیواریشون هستن، من این کرسیاشون هستن، این استال کوریشون هستن که محمد جان رحیمی به واسطه در همین استال شده کار میکردن، فعالیت ایجاد میکردن. با این ماشینکای چوبی هستن که اثرهاشون را چوب میکردن. باز ما در نزد جوانی قرار داریم که در اینجا همه اشیاهای روزگار هستند که به واسطه در قید حیات بودن. محمد جان رحیمی با اهل بیتشون از همه همین اشیاها استفاده می بردن. و در بالا جامدان هست که با سفرهای خدمتی می رفتن، شاعر از این جامدان استفاده می بردن. و در اینجا دیگ‌های درازرویه و گیررویه آهنی هستند که خود همون دوره از زمین ها کسی که باشد استفاده می. اینها بسیار وزن گران دارن. اینا همه چیزای به واسطه از شاعر باقی مانده است که به معرض تماشا گذاشته شده است و تماشاگران از اینها دیدن میکنند. در آثارخانه ما زیاده از 106 کتاب‌های تاریخی و قدیمی که شاعر جمع‌آوری نمودند وجود دارند. این کتاب‌ها با حروف عربی، با خط سنگی و یادداشت‌ها می‌باشند. دیوان بیدل، سعدی شیرازی،
کلیات سعدی، مطلع العلوم مجعول فنون با حروف عربی و زبان هندویی و غیره. چطوری که به ما معلوم است شاعر ما غیر از شاعر بودن و آموزگار بودن و دیگر کسب‌هایشان در جمع‌آوری نمودن کتاب‌ها سهم به اندازه گذاشته‌اند. عالمان و پروفسورانی که در تاجیکستان هستند و بیرون از تاجیکستان هم از این کتاب‌ها برخوردار شده‌اند و غذای معنوی گرفته‌اند. حالا شرقشناسان ما، عالمان ما با این کتاب‌ها تحقیقات برده ایستاده‌اند و باوری کامل داریم که نسل آینده ما از این کتاب‌ها برخوردار می‌شوند و به خود یک غذای معنوی می‌گیرند. тамошобинони азиз, сайри мо дар осорхонаи адабию ёдгории шоири ширинкалом устод муҳаммадҷон раҳимӣ ба анҷом расид. агар шумо мехоҳед ки аз ин осорхона дида намоед, пас суроға, шаҳри душанбе, ноҳияи исмоили сомонӣ, хиёбони рӯдакӣ 33. марҳамат.